و پیش از صحبت میخواهم یک عجیب بودن ایمان شما را از یک حکایه های دوره های رسول اکرم به شما خبر دهم. در حکایه ها می آید که بار حبیب خدا همراه تمام اصحاب خود، صحابه های خود، از مدینه منوره بیرون شدند و در یک سرزمین دیگر رسیدند و پیغمبر خدا در جای خود نشستند و این صحابه ها هم، چه ابوبکر صدیق، چه عمر ابن الخطاب، چه عثمان، چه حضرت علی و دیگر یاران پیغمبر در اطراف پیغمبر بودند. رخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بیندوکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. خواهشمندای کانال یوتیوب، هر شخص میخواد که کانال یوتیوب بگیره در واتساپ به مراجعت کنید. کانالای ما 1000 подписчик تا کانال 43000 подписчик دارم. با دلی پر باشین، خدمت افراد کدام میتون برادرها. کانالای ما یگان خیلی زمیچانی نداره. واتساپ ده مراجعت کنید. از همه دیده ایمانی کی عجیبتر ایمان است. یعنی عجیب گفته مثل که اگر به گوش ما و شما میرسد که یک آدمی خیلی از خدا و از پیغمبر دور وقت ایمان میارد، آدم تعجب میکند که نخواه که فلانی ایمان آورده باشد. یعنی یک صیغه تعجب است. یعنی انسان حیرت ده میماند. رسول اکرم این گونه سوال کردند: ایمانی کی چنان ایمانی هست که انسانهای دیگر را در حیرت بیارد؟ صحابه های پیغمبر گفتند ایمان ملائکه ها. ایمان ملائکه ها ایمانی هست که تمام بشریت را در حیرت می آرند. چگونه ایمان داشته باشند؟ رسول اکرم گفتند نگفتند. ایمان ملائکه ها ایمانی عجیب نیست. ایمانی که شما را در حیرت بیارد این گونه ایمان نیست. گفت اونها چگونه ایمان نداشته باشند زمانی که اونها در حضور خدا هستند. اونها در حضور خدا هستند، در نزد پروردگار هستند. اونها چگونه به ایمان وجود داشته باشند؟ یعنی اونها باید حتمی ایمان بیارند. ایمانی اونها هیچ عجیبی ندارد. صحابه گفتند پس ایمان ملائکه ها که ایمان عجیب نباشد، ایمان پیغمبرها ایمان عجیب است. پیغمبر خدا گفتند نه. گفتند پیغمبرها هم ایمانشان ایمان عجیب نیست، زیرا که با پیغمبرها وحی الهی پایان می شود. با پیغمبرها حضرت جبرائیل پایان می شود. پیغمبرها جبرائیل با چشم می بینند. چگونه ایمان نداشته باشند؟
ایمان پیغمبرها هم ایمان عجیب نیست. گفتند صحابه گفتند پس ایمان ملائکه ها ایمان عجیب نباشد، ایمان پیغمبرها ایمان عجیب نباشد، پس ایمان ما گفت ایمان عجیب است. صحابه های پیغمبر گفتند ایمان ما ایمان عجیب است. رسول اکرم گفتند نه، گفتند ای اصحاب من، ای صحابه های من، ای همنشین های من، ایمان شما هم ایمان عجیب نیست، زیرا که من در بین شما هستم، زیرا که شما معجزه های مرا به چشم میبینید، شما آمدن جبرائیل حس میکنید، از این خاطر ایمان شما هم ایمان عجیب نیست. گفتن ای پیغمبری خدا ما عاجز آمدیم، ایمان کی ایمان عجیب است؟ ایمان ملائک ایمان عجیب نباشد؟ ایمان پیغمبرها ایمان در حیرت می آوردگی نباشد؟ ایمان ما صحابه هایی که برای تو و برای قرآن و اسلام جانمان فدا میکنیم، ایمان ما هم که ایمانی در حیرت می آوردگی نباشد؟ ایمان کی ایمان عجیب است؟ پیغمبر خدا گفتند ایمان آن کسانی که مرا نادیده ایمان آوردند، ایمان آن کسانی که در صحبت من ننشستند، از زبان من چیزی را نشنیدند، از معجزات من چیزی را مشاهده نکردند، ایمان اونها ایمان عجیب است. وددت انی لقیت اخوانی، دوست می‌دارم، گفت پیغمبر، دوست می‌دارم که با برادرهای خود ملاقات کنم. قالوا او لیس نحن اخوانک، صحابه ها گفتن ای پیغمبری خدا آیا ما برادرهای تو نیستیم؟ او با ما ملاقات داری کو؟ با ما همنشین هستی کو؟ آیا ما برادرهای تو به حساب نمی رویم؟ قالوا انتم اصحابی، ای اصحاب من، ای همنشین های من، شما برادرهای من نه، بلکه شما صحابه های من هستین، شما هم صحبتان من هستین، شما هم مسلکان من هستین. ولكن اخوانی الذين آمنوا بی ولم يرونی، لیکن برادران من، گفت پیغمبر، آن کسانی هستند که مرا نادیده ایمان آوردند. ما و شما را پیغمبری خدا برادرش میخواند، ما و شما را پیغمبری خدا فرزند میخواند. برای این ایمان ما و شما ایمان عجیب است. طوبی لمن رآنی و آمن بی مرتن و طوبی لمن لم یرنی و آمن بی 7 مرات. پیغمبر چی گفتند؟ خوش به حالی آن امتی که مرا دیدن و ایمان آوردند، مرا دیده ایمان آوردند، یک رحمت خدا بر اونها باد. لیکن آن امت، آن کسانی که نادیده به من ایمان آوردند، 7 رحمت پروردگار به آنها باد. این رحمت های بیشمار پروردگار نصیب ما و شما بندگان بوده است. ما و شما چه امتی بهترین به حساب می رویم، زیرا که ما این حبیب خدا را ندیدیم، زیرا ما در پهلوی این حبیب خدا ننشستیم، از زبان او چیزی نشنیدیم، هرچی دیدیم در کتاب دیدیم، هرچی شنیدیم از زبان عالم ها شنیدیم. ایمان ما و شما ایمان عجیب بوده است. ایمان عجیب است که شما تمام کار دنیا را پس پشت میکنید و برای چه فرضها چه سنتهای پیغمبر دوان به مسجد حاضر میشوید. ایمان شما ایمان عجیب بوده است. خوش به حال همه شما. به این ایمانداریتان، به این امتی محمد صلی الله علیه و سلم بودنتان شما باید افتخار کنین، شما باید فخر کنین که اولا خداوند شما را مسلمان آفرید، مسلمان پیدا کرد، حیات مسلمانی را بر شما نصیب گردانید
و از بهترین کتابهای خود که قرآن است خدا بر شما نصیب گردانید. باید در این شما افتخار داشته باشید، شما فخر کنید که بهترین امت هستید و به سوی پروردگار پناه طلب کنید که هزارها شکر به سوی تو که ما را یهودی نگردانیدی، ما را نصرانی نگردانیدی، ما را پیرو دین زردشت نکردی، ما را پیرو دیگر دینهای منسوخه و باطله نگردانیدی. حالان که اونها هم مثل ما و شما چشم و گوش و دست و پا دارند، لیکن خدا اونها را در این راه هدایت، در این راه بهترین سزاوار نگردانید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یوم یکشف عن ساق و یدعون إلی السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. صدق الله العظیم. این آیه هایی که الحال تلاوت کردیم از سوره مبارکه قلم است که در پاره 29 از قرآن واقع است و میخواهم که من با شرح این آیت ها امروزه موعظه را انجام دهم. ابراهیم تیمی، سعید ابن مسیب، کحب الاحبار در باب این آیت چی میگویند، چگونه تفسیر میکنند، میخواهم که به سمع شما برسانم. یوم یکشف عن ساق، مفسرها میگویند یوم یکشف عن ساق، ظاهر آیت ترجمه تحت اللفظی او معنای ای را میدهد که روز پروردگار ساق خودش را نمایان میکند. ساق این از زیر همین زانو پایان ساق است. مفسرها میگویند روز قیامت پروردگار ساق خودش را در میدان محشر ظاهر میکند، نشان میدهد. بعضی مفسرها بر این رفتند که پروردگار از جسم منزه است، خداوند را به جسم تشبیه دادن غلط است. به ساق و به دست و به پای از اینها پروردگار منزه، پاک از، خالی هست. بعضی ها تفسیر کردن یوم یکشف عن ساق معنای این دارد که روز قیامت یک نور روشن می شود. لیکن اکثر مفسرین یوم یکشف عن ساق را با چی تحلیل کردن؟ کشف الامر عن ساقی. عرب ها می گویند کار ساقی خودش را برهنه کرد. مفسران می گویند که یوم یکشف عن ساق این نه از ظاهر کردن ساق پروردگار است،
و نه از روشنی نور است، بلکه از دشواری آن روز قیامت است. روز قیامت را مفسرها در زیر این آیت تحلیل کردند که چی یک روز دشواری هست، چی یک روز حولناکی هست، چی یک روز دهشتی هست که شاید که شما چی در لنتها و چی در دیسک ها و تماشا کرده باشین که یک لحظه های که ساخته از مخلوق پروردگار است که از این دم دشوارتر و سنگینتر است آن روز. مفسرای قرآن گفتند یوم یکشف عن ساق، این از روز دشواری قیامت را نشان می‌دهد. یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. خدا خبر می‌دهد آن روز چنان روزی هست که فرزند برای کمک کردن پدرش هیچ قوت ندارد، هیچ شرایط ندارد و پدر هم برای نجات دادن فرزندهاش هم هیچ شرایط ندارد، بلکه یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبتی و بنی لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. بلکه خدا میگوید آن روز چنان روزی هست که تا جایی که پدر بالای سری فرزند خود سیله کند، فرزند خود در آغوش گیرد، تا جایی که فرزند پدری خود در آغوش گیرد، بلکه از یکدیگر جدا میشوند و میگریزند. پدر راه گریزش دیگر راه است، فرزند راه گریزش دیگر راه است، مادر راه گریزش دیگر راه است، دختری او دیگر راه را برای خود پیشه میکند. هر کس هر یک راهی را برای گریز برای خود انتخاب میکند. یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. خدا میگوید وقتی که میگریزند چی میگویند؟ پروردگارا امروز آیا جای هست که ما را پناه کند؟ یقول الانسان یومئذ این المفر، کجا گریزیم؟ کلا لا وزر. خدا میگوید امروز دیگر قلعه های شما، خانه های شما، کوه ها شما را دیگر پناهگاهی نیست. الی ربک یومئذ المستقر. امروز همه بازگشت شما به سوی پروردگار است. شما باید در نزد پروردگار حساب عمر خودتان را جواب گویید. امروز راه گریز نیست دیگر. یحشر الناس یوم القیامت. پیغمبر خدا گفتند روز قیامت وقتی قبرهای شما تیکه تیکه می شود و شما از داخل قبر وقتی که بیرون می شوید، رسول اکرم نزد عایشه صدیقه این سخن را می گوید حفاتا عراتا مشاتا غرلا. پیغمبر خدا گفتند روز قیامت وقتی شما زنده می شوین و از قبر بیرون می شوین، شما حالت ده هستین که پایهای شما لیچ است، پایهای شما لوچ است، در پایهای شما هیچ پای افضالی نیست. عراتا، بدنهای شما لوچ است، در بدنهای شما لباس نیست. مشاتا، شما هیچ چیزی سواره در روز قیامت همراه خود ندارید. غرلا، اشاره کرد به سوی مردها که شما در حالتی هستین که حتی ختنه نکرده شده هستین. اگرچه در دنیا ختنه هم کرده باشین، روز قیامت شما در حالتی میخیزین که شما ختنه نشده هستین.
حضرت عایشه صدیقه وقتی این سخن شنیدند، اون زنها چه زنهای مسلمانی بودند، یک ترس میگد وجود عایشه را فرا گرفت و گفت یا رسول الله النساء والرجال جمیعا ینظر بعضهم الى بعض. ای حبیبی خدا، شما گفتید که مردها و زنها همه در حالت عریان از جا میخیزند، یکدیگر را نظر میکنند. وقتی زنها با مردها که آمیخته باشند، این چی یک دهشتی هست، این چی یک بی‌حیایی هست. مردها زنها را تماشا کنند و زنها باشد مردها را تماشا میکنند. رسول اکرم گفتند یا عایشه، ای عایشه، الامر اشد من ان ینظر بعضهم الى بعض. ثم قرأ. عایشه گفتند میگویی که زنها مردها را نظر میکنند، مردها زنها را تماشا میکنند. الامر اشد. آن روز گفت چنان روز دهشتی هست، آن روز گفت چنان روز هولناکی هست که انسان در پهلوی بدای خود را نمیشناسد کی هست و نظرم نمیکند. حتی اگر در پهلویش پدرش باشد به پدر نظر نمیکند، در پهلویش مادرش باشد به مادرش نظر نمیکند. آن روز چنان دشوار روزی هست که هر یک انسان وا نفسی میگوید وای جانی خودم، وای جانی خودم، از نزد پروردگار نجات میابم یا نمیابم. و رسول اکرم آیه سوره عبسه را خواندند که آیه عبسه را چنان تحلیل است که آن روز چنان روزی هست که شأن و یغنی شما را چنان یک امر مشغول میگرداند که شما به هیچ طرف نظر نمیکنید. اون چه امر است؟ اون چی فکر است؟ اون چی خیال است؟ اون خیالی هست که پروردگارا من نجات میابم یا نمیابم. آیا در گروه دوزخی ها هستم یا در گروه جنتی ها هستم؟ آیا در گروه بدبخت ها هستم یا در گروه نیکبخت ها هستم؟ هر انسان در این خیال آن روز گرفتار است. خدا رحمت کند صاحب تفسیر حسینی را، حسین واعظ کاشفی هم، این خیالاتی که در روز قیامت به ما و شما می آید در یک رشته نظم در آوردن که کشتی آمد در دریا شکست، تخته زان کشتی بر بالا نشست، گربه و موش بران تخته بماند، کارشان با یکدیگر پخته بماند. نیزی گربه موش را راهی گریز، نیزی گربه موش را چنگال تیز، هر دوشان از حول دریای عجم در تحیر باز مانده خوشگلم. در قیامت این چونین غوغا بود، یعنی آنجا نه تو و نه ما بود. حضرت میگوید من برای شما یک ساده کرده یک مثال میارم که آن روز مثل که یک کشتی در یک دریا غرق می شود و یک تخته او بالای دریا می براید و در یک پهلوی تخته گربه هست، در یک پهلوی تخته موش است. اگر اینها در دنیا رو پرو می شدند، هر آینه موش از گربه می گریخت و گربه باشد هجوم بالای موش می کرد. لیکن وقتی که در بالای بحر، در بالای یک تخته هستند، این موش و گربه در یک خیال هستند که آیا از این بحر نجات میابیم یا نمیابیم. در فکر هجوم یکدیگر نیستند، در فکر یکدیگر را پیشادم کال کردن نیستند، بلکه در خیال اینها این است که آیا از این بحر به ساحل میرسیده باشیم یا نمیرسیده باشیم. یعنی آن روز قیامت ما هم چنان حالت فرا میگیرد که آیا نجات میافته باشیم یا نمیافته باشیم. بسیاری از بدبختان همین تاجیک ما و شما وجود دارد که حتی قیامت انکار میکند، به آمدن قیامت باوری ندارد، نماز میخواند، در کار شود نماز جماعت هم اشتراک میکند، لیکن از قیامت باوری ندارد.
حتی از زنده شدن روزی قیامت و زنده شدن در قبر باوری ندارند. اینها در بین همین تاجیکان ما و شما هم وجود دارد. وای به حالشان. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. این خداوند از بالای 7 طبقه آسمان ندا دارد، میگوید بعضی از انسانها گمان میبرند که این استخوانهای پوسیده اونها را ما جمع کردن نمیتونیم. بعضی از انسانها گمان میبرند که ما این استخوانهایی که 1000 ساله و 2000 ساله هستند اینها را زنده گردانیده نمیتونیم. لیکن خدا میگوید بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. این پروردگار شما چنان قادر هست که حتی همین سرهای انگشتان شما را برابر میکند. ان نسوی بنانا، این معجزه قرآن است. امروز اگر شما نظر کنین، اگر در دنیا 6.5 میلیارد آدم زندگی کند، سر انگشتان از یکدیگر با یکدیگر مانند نیستند. 6.5 میلیارد آدم، 6.5 میلیارد نوک انگشتان دیگرگون است. خطهایی که در این بالای نوک انگشتان هست اینها دیگرگون هستند. بین در انسانها چشمهای مانند یافت می شود، دستهای مانند یافت می شود، قدهای مانند یافت می شود، لیکن نوک انگشتی مانند در دنیا وجود ندارد. اگر شما در برنامه‌های تلویزیونی تماشا کنین، وقتی انتخابات پرزیدنت ها می شود یا دپوتات هاش می شود، نوکای انگشت رنگ میکنن و در بالای کاغذ میگذارن، مثل مهر، مثل پیچت واری، و او را در کامپیوتر جا میکنن. برای چی؟ برای چی کف دستی او را نمیگیرن؟ برای چی کف پای او را نمیگیرن؟ فقط نوک انگشت او را میگیرن. زیرا در دنیا نوکای انگشت ها مختلف هستند. نوک انگشت در دنیا مانند نیست. خدای را در قرآن معجزه قرآنی است که ان نسوی بنانا، ما حتی نوک انگشت هاتون برابر میکنم. اون خداوند فریاد میزد است، ندا میکرده است. چی ندا میکرده است؟ ندا میکرده است که پروردگارتان را سجده کنید. یدعون الی السجود فلا یستطیعون. لیکن یک گروه انسان ها خداوند را در روز قیامت سجده کرده نمیتونند. خدا میگوید طایفه های هستند که خداوند را در روز قیامت که روزی هست که فقط رحمت الهی در کار است، همان روز برخی از بندگان خداوند را سجده کرده نمیتونستند. برای چی نمیتونند؟ مفسران میگویند که همون انسانهای سجده کرده نمیتونند که میانهای اونها همون ستون مهره که امروز چقدر به آسانی خم و راست میشود، این ستون مهره ها یخ میکنند، یک لخت میشوند، دیگر راست میماند. سجده کرده پروردگار نمیتواند. برای چی نمیتواند؟ یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة. وقتی که خداوند میگوید سجده کرده که نمیتوانند، چگونه آنها را یک خجالت فرو میگیرد، چشمهاشان میشکند، چشمها را پیش سینه ها را نظر میکنند و یک ذلت، یک خاری آنها را فرا میگیرد. چگونه ای که در دنیا یک آدم ما و شما در بالای جنایتش به دست میگیریم، در بالای زیناکاری به دست میغلطد یا بی نماز است، در بین مردم خجالت است، از این هم خجالت وزنین در روز قیامت همو انسانهای را فرا میگرفت است که در محشرگاه پروردگار را سجده کرده نمیتوانند. سجده کرده نمیتوانند. در دوامش میگوید خداوند وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. برای چی اینها پروردگار را در روز قیامت سجده کرده نمیتوانند؟ زیرا که در دنیا اینها تنی سالم داشتند، اینها دستهای با قوت داشتند، پایهای حرکت میکردگی داشتند، میانهای خم و راست میشدگی داشتند. لیکن در دنیا که خداوند اینها را به سوی سجده، یعنی به سوی نماز با جماعت دعوت کرد
اینها در دنیا که رد کردن، در قیامت اینها خدا را سجده کردن نمیتونن. ایرا مفسرات چگونه که یاد کردم ابراهیم تیمی میگه یعنی الی الصلاه المکتوبه بالاذان والاقامه، همین و هم سالمون که خداوند میگه اونها سالم بودن، تنی صحت داشتن، لیکن در دنیا که خدا را سجده نکردن، ابراهیم تیمی میگه که مراد از این سجده این نماز هست که از مکانی که اذان و قامت گفته می شود ان همون نماز در نظر داشته شده است، یعنی نمازی با جماعت است. سعید ابن مسیب باشد چی میگوید؟ کان یسمعون حی علی الصلاة حی علی الفلاح فلا یجیبون و هم سالمون. سعید ابن مسیب میگوید مراد از این سجده که پروردگار در این آیت خبر داد، این همون سجده هست که مؤذن فریاد میزند حی علی الصلاة، بیایید به سوی نجات، حی علی الفلاح، انا در همین مسجد نجات است، انا در همین نماز با جماعت نجات است. فلاح از کلمه نجات است. در اینجا شما نجات میابید، در اون خانه نه. بعضی از بیخیردان موی سفید است، ریشش مثل کفن واری سفید است، امروز یا فردا خبر مصیبتش میرسد میگه در خانه هم که خانه باکی ندارد. شرم به تو باد. این نصیحتی پدرانه تو اگر این باشد، خودت در روز قیامت پروردگار را سجده کردن نمیتونی. سعید ابن مسیب میگوید فریاد میزند مؤذن حی علی الصلاة، به معنای ایتی، بیایید بیایید ای مردمی که در خانه هستین بیایید. برای چی میگوید حی علی الصلاة؟ فریاد زده ایستاده است خیزید از خانه ها را ترک کنید. در خانه باید زن نماز خواند، در خانه باید نماز سنت خوانده شود، نماز نافله ها خوانده شود، برای فرض نماز در مسجد خوانده شود. حی علی الصلاة، بیایید به سوی نماز. حی علی الفلاح، انا در همین نمازی که در جماعت خوانده می شود، سعید ابن مسیب میگوید خداوند میگوید که انا در همین نماز چی است؟ نجات است. میشنوند صدای اذان، میشنوند. یا امروز صدای اذان شنیدن شرط نیست، در محله که مسجد هست باید که در همون محله تو میشنوی نمیشنوی نمازت باید با جماعت خوانده شود. حضرت کعب الاحبار حضرت گفتند والله گفتند ما نزلت هذه آیه فی الذین تخلفوا عن الجماعه فأی وعید اشد من. حضرت کعب الاحبار میگوید این آیه که در سوره قلم است که ما تلاوتش کردیم، قسم به خدا میگوید سبب نزول این میگوید فقط و فقط در حق آن کسانی هستند که تخلفوا عن الجماعه، از جماعت بیزاری میطلبند، از جماعت پرهیز هستند، جماعت را بد میبینند، در جماعت اشتراک نمیکنند. قسم به خدا میگوید این آیت فقط و فقط در حق اونها نازل شده است. ایرا کعب الاحبار در تفسیر انمین آیت میگوید و حضرت میگوید از این آیت را دیده برای آدمانی که نماز جماعت را ترک میکنند دیگر وعیدی سخت در قرآن وجود ندارد. امروز با این قدر شرایط، با این قدر حالتهای خوبی که در ما هست، اگر ما و شما نماز ترک کنیم، اگر ما و شما نماز جماعت نخوانیم، ما و شما را همتا آشکار میکند که شما مسلمان کامل نیستین، شما زمان ساز هستین. تا دیروز یک زمانی بود که آمدن مسجد جنایت بود، برای تو یک بانه بود که مرا حکومت نمیگذارد، در قانون ممکن نیست. امروز الحمدلله چنان راهبری داریم که عدلش تمام جمهوری ما و شما را فرا گرفته است. مرحمت رفته در مسجدهاتون نمازتون نخوانین. قانون برای ما و شما امروز هیچ مانعی ندارد، هیچ صدی راه نمی شود، فقط ایمان کامل در کار که تا که سنت پیغمبر تا ترک نکنی. صوفی علیه را خدا رحمت کند،
در رشته های نظم میگوید به خصوص آن گزیده دو صحرا، خاتم انبیا حبیب خدا، آن حبیبی که سروری هر دنیا نصیب اوست. این حبیب خدا را حکایت میکند وقتی آخر که ماند از پا باز، گوش او را رسید بانگ نماز. این ترجمه و تحلیل حدیث پیغمبر خداست. وقتی که این محبوب دلها، این حبیب خدا وقتی که میگوید از پا که ماند، پایها که دیگر دردمند شد، بیماری بستری شد، دیگر قوت راه گشتن نداشتن، وقتی آخر که ماند از پا باز، گوش او را رسید بانگ نماز. در جاگه خواب بودند، حضرت قوت راه گشتن نداشتند. بناگاه حضرت بلال اذان داد، فریاد زد حی علی الصلاة حی علی الفلاح. حبیب خدا در این جاگه خواب بیقرار شدند، اذان شنیدند. حبیبی که بار هم نماز بی جماعت نخواندند، 5 وقت در مسجد نمازی با جماعت میخواندند. بازم این نمازهای جداگانه داشتند و 5 وقت نماز سیر نمی شدند. این حبیب خدا وقتی که از پا ماند، گوش او را رسید بانگ نماز. گفت بر مرتضی مرا بردار، جانب مسجد جماعت آر. حضرت علی که در خدمت حبیب خدا که قائم بودند، به حضرت علی خطاب کرد. علی گفت مرا بردار، مرا بردار که از داخل مسجد مؤذن فریاد دارد که بیاید به سوی نماز بیاید که در این نماز نجات است. مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. حضرت علی خدمتگار رسول اکرم، داماد این حبیب خدا، رسول اکرم را آب طهارت دادند. حضرت طهارت کردند، در پشت خود بار کردند. در روایت ها می آید که 3 بار حضرت علی او را آب طهارت می داد. در پشت که بار میکرد، حضرت حبیب خدا که بدنش خیلی ضعیف شده بود و خیلی بیماری وزنی که فرا گرفته بود، نصف را که میرفت میگفت علی پس گرد که من طهارتم شکست. حضرت پس میگشتند، باز می آمدند. 3 بار میگوید حضرت طهارت دادند، 3 بار آب طهارت گرفتند. مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. پشت پای رسول معبودی، از ضعیفی به عرض می سودی. حضرت میگوید وقتی که برداشتن، حبیب خدا گفتن در بعض روایت که ای علی، مرا آنقدر بردار که پایهای من در زمین شکیده رود، تا که آثار قدم من در نزد پروردگار ثواب دارد. هر کدام شما وقتی که از خانه قدم زنان میآیید، در هر یک آثار، در هر یک قدمی که داشته شما، خداوند برای شما مغفرت گناه وعده کردگی است. این حدیث های صحیح پیغمبر خداست. حضرت گفتند که مرا آنقدر بردار که پشت های پای من در زمین شکیده رود. اون زمان ها این گونه رسته های تازه و آباد نبود. اون زمان ها قمزار بود. اون زمان از خس و خاشاک خالی نبود. پشت پای رسول معبودی از ضعیفی به عرض می سودی. از گرمی زمین میگوید صوفی اللیار که پشت پای حضرت سخته با چنین مهنت و مشقت و درد به جماعت ادای طاعت کرد. با این قدر مشقت، با این قدر کلفت، حبیب خدا در بالای بستر خواب نکردند، بلکه جایگاه را ترک کردند. آمدن، قوت ایستادن نداشتند. گفتند که ابوبکر صدیق پیش در آید. ابوبکر صدیق پیش در آمدند و حبیب خدا از پس او نماز خواندند. در این گونه حالت وزنین رسول اکرم نمازی با جماعت ترک نکردند.
از این خاطر صاحب مختصر خدا رحمت و مغفرت کند میگوید الجماعت سنت مؤکده، جماعت سنت مؤکده هست. اگر شما قدرت داشته باشین، اگر شما شرایط آمدن مسجد داشته باشین لکن بازم این مسجد نآیین، شما ترک سنت مؤکده کردین، شما در نزد پروردگارتان گناهگار میشوید. ببینید امروز چنان امت اسلام را یک تنبلی، یک غفلت چنان فرا گرفته است که اگر ما و شما را 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر اگر معرکه خوردن باشد قوت داریم، شرایط داریم، میریم برای نفس، برای سیر کردن نفس میریم. لیکن برای که نماز ما در مسجد خوانده شود و این عمل ما طبق گفته حبیب خدا شود، این ما و شما رد میکنیم. به نزد هر طعام پهلوانی، خدا رحمت کند جنونی را، حال ما و شما را دیدن طعام خورها، نفس پرورها، ما و شما را دیدن حضرت چی گفتن، خطاب کردن به نزد هر طعام پهلوانی، به وقتی بندگی رنگی زنانی. وقتی اگر عبادت پروردگار شود، وقتی که اذان از بالای هر حال چکار میکنین؟ مثل زنها واری عذرهای شما پیدا شدن میگیرد، هر گونه عذر را پیش آوردن میگیری. بچم پام نمیشود، بچم وقتم نیست، احوالم بدای، در خانه هیچ کس نیست، لباسم بی نمازای و هر گونه عذرها پیدا شدن میگیرد. به نزد هر طعام پهلوانی، به وقتی بندگی رنگی زنانی. روی کوها به عزم بیل دسته، به مسجد می شود پایت شکسته. همه جا می رای، مثل گاواری خوراک تک خورده می تانی. تمام دنیا را اگر بارد کنن، بار دنیا را کشیده می تانی. اگر در یک زمین داشته باشی، برای زمینت از سحر تا بیگه در همون زمین می استی، برای که 1 ماه یا 2 ماه خوراکی تو پیدا شود. لیکن در یاد تو آمدن مسجد هیچگاه نمی زند، دل تو بار هم به مسجد نمی سوزد. امروز شکرانه کنین، خدا این استقلالیت و این آزادی را برای شما داده است. باور کنین این نعمت گران است. خودتان میشینین میگوین که تراویح را خوانده نمیتانستین. شما همین سخنها از زبان شما پدرای عزیز میبراید، تراویح ما خوانده نمیتانیم، پدرها ما را بدرقه کردن فلان و فلان. امروز الحمدلله که این شرایط بهترین آمده است، چرا شما شکر نمیکنید؟ درهای مسجد کشاده است، فقط آدمی با تقوا میکاود، فقط آدمی ایماندار میکاود. مرحمت بیا دروازه ها هوی، دیگر چی بانه داری؟ کشی چون گاو دائم بار دنیا، شوی در خدمت مولا کسلها. مثل گاواری دنیا را در طلب دنیا، در پرورش نفست غطه زدگی هستی، لیکن در خدمت مولای خودت، در فرمان پروردگار خودت اینقدر عاجز آمدی. حضرت عمر خدا رحمت و مغفرت چون کند، بار نماز عصر را خواندند. نماز عصر خوانده شد، فاتحه و دعا کرده شد و بر جمعیت نگاه کرد. اونها عجیب ایمان با قوت داشتند. جماعت نظر کردند که 1 نفر در جماعت اشتراک ندارد. حضرت گفتن فلانی در کجاست؟ گفتن شاید بیمار باشد. حضرت عمر از مسجد راست خانه همون کس رفتند. چرا در جماعت اشتراک نمی کند؟ آمدن دروازه این مرد که در جماعت اشتراک نداشت تق تق کردند. مرد از خانه برآمد. مرد در خانه بود که حضرت عمر در را تق تق کرد. از داخل صدا شد کی هستی؟ گفت فرزند خطاب هستم، عمر هستم. وقتی این مرد میگوید نام عمر را شنید، یک لرزه وجود او را فرا گرفت. حضرت عمر چنان از خدا می ترسیدند، چنان یک هیبتی داشتند که تمام مردم را هیبت او فرا گرفتگی بود، زیرا وی عدالت داشت، وی حقیقت شناس بود.
گفت عمر ابن الخطاب هستم. میگوید این مرد با شتاب دوان آمد دروازه را کشاد و سلام داد، السلام علیکم، و تعظیمی بر عمر کرد. حضرت عمر گفتند از جانب مسجد صدا شد، از بالای آسمان پروردگار تو حی علی الصلاة گفت، بیا به سوی نماز. حی علی الفلاح گفت، سخن پروردگار تا رد کردی و سخن عمر ابن الخطاب اجابت کردی و پیش عمر آمدی. از خدا بترس گفت، از خدا بترس که سخن عمر برای تو قبول شد، دروازه را به بالای عمر کشادی، دوان دوان آمدی، لیکن سخن پروردگار تا رد کردی. از خدای خودت بترس. عمر این گونه خصلتی داشتند. این سحر یک جوان برای من یک سخن گفت که از زبان یک خیلی آدم ناکس نالایق، یک بدبخت که سرزنش حضرت عمر را کرده بود است. من یقین میدانم که وی شیعه هست، وی شیعه هست، وی کسی هست که آرامی تاجیکستان نمیخواهد، وی کسی هست که میخواهد در بین ما و شما باز اختلاف ها پیدا شود. این گونه رویه ها در بین ما و شما پیدا شدن، احتیاط کنید. میگوید یک مرد در یک معرکه حضرت عمر سرزنش میکند، حضرت عمر قبیح میگوید، دشنام میدهد. ای انسان، تو با خبر باش که حدیث بخاری و مسلم است. باری میگوید پیغمبر خدا در طرف راستش ابوبکر صدیق بود، در طرف چپش حضرت عمر بود. میگوید به طرف مردم اشاره کرد، روز قیامت گفت دستای هر دی ایشان کف دست ابوبکر دست عمر. روز قیامت گفت از قبر ما هم چنان میخیزیم، با عمر و با ابوبکر میخیزیم. این یک شرف است که در پهلوی پیغمبر خدا ابوبکر خوابیده است، امروز در پهلوی پیغمبر خدا عمر خوابیده است. این شرف است. ان الله جعل الحق على لسان عمر و قلبه. پیغمبر خدا را حدیثش است که خداوند حقیقت را در دل و زبان عمر نهادگی است. ای عمر گفت چنان حیات بسر میبری که یک رفیق در حیاتت نمیابی، زیرا تو حقیقت گو هستی. چنان حقیقت داری که یک رفیق را تو در دنیا صاحب نمیشه. این خصلت های خوبی عمر بود. چگونه همی انسان زبانش کشاده می شود، عمر را سرزنش میکند، ابوبکر را سرزنش میکند. خوش به حال همون جوانی که در همون حالت دندان این بدبخت را میشکند، خوش به حالش. بار حضرت عمر میگوید شب بود، اون حضرت از تمام اهالی مدینه خبر میگیریم، شب خواب نداشتند. آیا برای اونا خواب شیرین نبود؟ خواب شیرین بود، لیکن از قیامت میترسیدند، حق رعیت پایمال نمی کردند. شب بود. میگوید عبدالرحمن ابن عوف میگوید همراه من بود. شب وقتی در کوچه های مدینه میگشتیم، نگاه کردیم که در یک گوشه مدینه یک علاوه میسوزد. عمر گفت این کی باشد در این نصف شب؟ وقتی نزدیک آمدیم نگاه کردیم که یک زن 4 فرزند دارد، فرزندهاش گریه دارند، با آواز بلند میگویند مادر جان گرسنه ماندیم، مادر جان گرسنه ماندیم. عمر وقتی صدای این میگه تفلکا را شنید، عبدالرحمن میگه دیگر طاقت نکرد و از این مادر پرسید در این دیگ چی داری؟ گفت در این دیگ آب دارم و در داخلش یک چند دانه سنگ را پرتافتم و این فرزندها را فریب داده ایستادم که الحال خوراک شما تیار می شود، الحال خوراک شما تیار می شود. شاید که اینها را خواب برد، لیکن خواب نمی برد. این مادر میگوید عمر را نشناخت، ندانست که این عمر است. حضرت میگوید دوان عبدالرحمن را گرفت و با بیت المال آمد میگوید یک مقدار روغن و یک مقدار عسل و یک مقدار آرد را گرفت و آمد میگوید خود عبدالرحمن میگوید حضرت میگوید آمد که الک آتش خاموش شده است.
خود میگوید علاو میکرد، پوف میکرد، از ریشهای مبارک میگه دود بیرون میشد، گلوی مبارک میگه دود فرا میگرفت، پوف میکرد، علاوه این دیگ را در داد. خود با دست خود میگه یک آتله تیار کرد و در پیش این زن و کودک ها گذاشت. این زن گفتن که خوش به حالت، گفتن ای مرد، گفتن کاش که در جای عمر تو میشدی و این مدینه و این خلافت مؤمن ها زیبنده تو بود. گفت چرا عمر در تخت خلافت نشستگی است؟ عمر میگوید گفتن ای مادر، گفتن این شهر کلان است، عمر به همه این نمی رسد، عمر از حال همه شما درکدار نمی شود. میگوید وقتی خوراک دادن همین عمر امیر المؤمنین، وقتی میگوید نگاه کرد که کودکا خوراک خوردن، سیر کردن، خواب کردن، عبدالرحمن میگوید یک سنگ کلانی بود، از پس همون سنگ نگاه میکرد کودکا چگونه خواب هستند. وقتی اونها را در حالت خواب دید میگوید پس گشت آمدن و میگه به این مادر اعلان کرد که سحر به مسجد بیا، اونجا من برای تو عمر را نشان میدهم که عمر کی هست. عبدالرحمن ابن عوف میگوید وقتی که ما سحر بامداد خواندیم نگاه کردیم از دروازه همان زن با همراه کودک ها در آمد. وقتی عمر را میگه در محراب دید و مردم همه مراجعت دارد امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، این زن میگوید خجالت شدن، گفتن ای عمر، گفتن مرا ببخش که من شب خیلی شما را سخنهای درشت گفتم، سرزنیش کردم. عمر گفتن نه، گفتن این سرزنیش نبود، تا بروز گفتن حضرت عمر من خواب نداشتم، تا بروز گفتن من در گریه بودم که حال شما را در قیامت چی جواب میگویم. و میگوید گفتن ای مادر از من راضی شدی؟ گفتن راضی شدم. گفت در اینجا یک مکتوب بنویس به دست، خدا ترسی را ببینید، یک مکتوب با دست خود بنویس و بگو که من از عمر راضی هستم و نویسان که من از عمر راضی هستم. عبدالله ابن مسعود فریاد زد، عبدالرحمن ابن عوف فریاد زد، گفت در زیرش امضا کنید، امضا کنید که این زن از عمر راضی هست. میگوید امضا کردند و گفت ای گفتن پیروان عمر، گفتند وقتی عمر از دنیا میگذرد شما را به خدا قسم میدهم که همین در پهلوی من در قبر همین مکتوب گذاره تا که در پیشگاه خدا من جوابگر نباشد. عمر چگونه شخصیت بود، این گونه خدا ترسی داشت. این نجس ها و این بدبخت هایی که عمر امروز ملامت میکنن خودشان چی خدمت کردن؟ خودشان کی هستن اونها؟ اگر اونها را تفتیش کنیم با ما که یگان حرامی هست، وای از ولد زنا هست، وای حلالی نیست، بار وای بدبخت دو رکعت نماز تهجد در شب خواندگی نیست، یک آدم نماز خوان کردگی نیست، میخیزن عمر سرزنش میکنن. در این مسئله ما و شما با احتیاط باشیم و این عمری هست که برای نماز با جماعت اینقدر کوشش میکردن. اگر عمر از خدا نمیترسید پس کجا خیس رفت برای یک آدمی که در قوم در جماعت اشتراک نمیکند برای او شده اینقدر سرگردانی کردند و یا اینقدر تحقیر کردند. انشاءالله من جمعه آینده در باب این فضیلت های نماز جماعت باز با شما صحبت میکنم، زیرا خیلی حدیث های پیغمبر خدا ناگفتمان و به همه شما خبر میدهم که روز سه‌شنبه چگونه که همه شما انشاءالله میدانید یا کسانی که ندانند، روز سه‌شنبه ما و شما باید که روزدار باشیم. یعنی روز دوشنبه خدا خواسته باشد نماز تراویح میخوانیم، کار کنین که البته جماعت های مسجد ترک نکنین، برای همون چهارسومی که در صدقه فطر ما و شما را میدهند برای او شده ترک سنت پیغمبر در راه ندهین، کار کنین که نمازهاتون در مسجد خوانده شود. زود است که این میگذرد، صدقه فطر شاید اون 50 سامان شود، 100 سامان شود، لیکن ثواب این نماز با جماعت، ثواب اینی که در مسجد خوانده می شود، این خیلی زاید است، خیلی زیاد است. و به همه امام ها هم یک التماس دارم که در همین یک ماه مبارک کار کنند که در بین مردم ترغیب و تشویق کنند، مردم به سوی مسجد دعوت کنند، در بین مردم در نیم ساعت اقلا جدا کنند، در بین مردم امر معروف کنند، نهی از منکر کنند. این افضل و بهتر است. معرکه های سیر خراجات و بی‌معنی که در خانه های ما و شما رخ میدهد اینا مصیبت نمی آرن و یک آیه قرآن که در معرکه خوانده شود مصیبت می آرد.
خودتان مقایسه کنین. مصیبت در آیت خواندن است یا مصیبت در این معرکه هایی که من یادآور شدم؟ خوش به حال آن برادری که در معرکه او صدای قرآن است. خوش به حال آن برادری که در توی او موعظه است. خوش به حال آن برادری که در خاندان اون ختم قرآن می شود. اینا برکات هستند. پیغمبر خدا میگوید ما من قوم یقومون من مجلس لم یذکر الله تعالی فی الا قام عن مثل جیفة الحمار. در کدام خانه ای که اگر توی شود، در کدام خانه ای که اگر نکاح شود، در کدام خانه ای که اگر خدایی شود، با اصطلاح امروزی که ما خدایی میگیم یعنی خیر احسان شود، اگر در اون خانه اگر امر معروف و نهی منکر نشود، اون مردم پیغمبر خدا گفتند اونها نعمتهای حلال کرده را نخوردند. اونها از اون شوربا و آش و میوجاتی که این بیچاره خریده است او را نخوردند، بلکه اینها از گوشت و پوست خر خورده و خسته خانه هاشون رفتند. در معرکه‌ای که اگر یاد خدا نشود، در معرکه‌ای که اگر یک حدیث پیغمبر خدا تحلیل نشود، اون معرکه را رسول اکرم با یک خری مرده تشبیه دادند. و او انسانی که $1000 و $2000 ده این نعمتها را برای مردم خریده است و گویا که این پول در یک راهی فسق و فساد حواله کرده است و در نزد خدا اجر ثواب نمیگیرد. این حدیث پیغمبر است، این یگان حدیث من نیست. و شما یقین دانید خدا سوره الحاق داره، ما و شما پاره 30 شاید اکثر شما دانید ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. البته به البته اینجا نون ثقیله میگوید، نون تأکیدی است. ثم لتسألن، البته به البته خداوند در روز قیامت شما را از این نعمت ها میپرسد. عن النعیم، از این نعمت هایی که میخورین خداوند شما را میپرسد. ابن عباس خدا رحمت و مغفرتش کند، شاه مفسران، در تفسیر ابن کثیر میگوید که از کدام نعمت ها میپرسد خداوند. از ابن عباس پرسیدن کدام نعمت هاست؟ حضرت عباس چی گفتند؟ از گوش، از چشم، از دهان، از دستها. اینا نعمتی هستند که خدا بر ما داد و از اینها در روز قیامت خداوند میپرسد که اینها را ما در کدام راه صرف کردیم. حضرت سعدی چی میگوید؟ چشم از برای دیدن آیات قدرت است. بیایید یک نظر کنیم که همین نعمتهای خدا داده است، این چشم برای تماشا کردن همون فسق فساد است یا برای یگان چیز دیگر است؟ بیاین سعدی را گوش کنین. چشم از برای دیدن آیات قدرت است. آیات گفتن نشانه ها. شما میگوید با این چشم این آسمانی بیکنار تماشا کنین. شما با این چشم این آسمانی بی ستون تماشا کنین. شما با این چشم این ستاره هایی که از زمین دیده کلان هستند و یکدیگر قطع حرکت دارن با یکدیگر نمیرسن، این قدرت ها را مشاهده کنین. با این چشم شما این بحرها را نظر کنین که این قدر حیوان ها در داخل او رزق روزی یافته خورده ایستادند. اینها را شما نظر کنین. این چشم برای او هست. میگوید این چشم برای او است که شما قدم زنان مسجد بیایید. چشم از برای دیدن آیات قدرت است. گوش از پی شنیدن اخبار حکمت است. این گوش ها میگه باید که حکمت شنوند، اینها باید آیت قرآن شنوند، اینها باید موعظه را شنوند، اینها باید که پند و نصیحت شنوند. در آخر چی گفت سعدی؟ بین چی یک سخت برای کسانی که این گوش و این چشم، این گوش و این چشم اگر در راه خودش صرف نشود، چی میگوید؟ هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، آن چشمی که حقیقت نمیبیند، آن گوشی که حقیقت را نمیشنود، هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، کور و کر است بلکه از آنم فروتر است. وای کور است
وی کر است، بلکه از اون هم دیده پستر است. خدا در قرآن میگه، سوره اعراف است والله اعلم یا انفال است، اولئک کالانعام بل هم اضلوا اولئک هم الغافلون. این کسانی که این اعضاها را در راه نادرست صرف میکنن، اینها اولئک کالانعام، انعام گفته چارپا را میگن، اینها گو مثل چارپایان هستند. بل هم اضلوا، اینا از چارپایها هم دیده پستر هستند. اولئک هم الغافلون، این کسانی که این اعضاها را در راه نادرست صرف میکنن، اینا از حیوان هم دیده پستر و در غفلت هستند. خدا میگوید البته در تویخانه آیت خواندن مصیبت نمی آرد، بلکه این کارهای ناروا و نادرست و این معرکه های سیر خراجات و سیر اسراف شما برای شما مصیبت می آرد. یک مصیبت شمین است که شما را قرضدار می کند، دیگر مصیبت شمین است که فرزندهای شما را در بدر کرده است، بیچاره در ملکهای غریبی کار کرده ایستاده. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی، خدا شما را عمری دراز و تنی صحت دهد که ما از شما بی نهایت استفاده زیاد میبریم. درباره ثواب صلوات چی ثوابی دارد؟ من هر روز 100 بار صلوات میگویم. التماس برای من چیزی خبر دهید. عبدالرحمن ابن عوف یکی از صحابه پیغمبر است. 4 آدمی با دولت بودند. میگوید باری میگوید به پیش یک درختزار خرما گذشتم، نگاه کردم که حبیب خدا پیشانی مبارک در زمین گذاشتگی بود، سجده داشت. ایستادم که حبیب خدا سرش را می بردارد. عبدالرحمن ابن عوف میگوید مانده شدم، حبیب خدا سرش نمی برداشت. فکر کردم که این جان حبیب خدا به آسمان پرواز کرده باشد، یا تصور کردم که از قالب حبیب خدا جان جدا شده باشد. بعد میگد مدت دراز حبیب خدا سرش را برداشت و با او سلام کردم و گفتم ای حبیب خدا اینقدر سجده طولانی کردی؟ میگوید گفت الحال در سجده بودم که جبرائیل آمده بود، با جبرائیل امین صحبت داشتم و از نزد پروردگار آمد و بر من سلام فرستاد و بعد سلام گفت که با رسول خدا برسان که من صلی علیک صلیت علیه فسجدت شکرا لله. در حالت سجده بودم که جبرائیل آمد و گفت ای حبیب خدا از پروردگار به تو سلام آوردم و بعد سلام گفت که به تمام امتهات خبر بده که کدام اونها اگر گویند که اللهم صل علی محمد یا گویند که صلی الله علیک یا رسول الله یا گویند که درود و رحمت باد بر رسول خدا، صلیت علیه، من که پروردگار اونها هستم من 10 رحمت در نامه اعمال اونها می نویسم. فسجدت شکرا لله. من این سجده طولانی یک سجده شکرانه بود که این مرحمت الهی را ببین که کسی که بر من صلوات میفرستد خداوند بر او 10 صلوات میفرستد. این سجده طولانی من بهر این بود. یعنی کسانی که اگر با رسول اکرم صلوات میفرستند تصور کنند که از نزد پروردگار در هر صلواتشان 10 ثواب 10 ثواب و 10 رحمت الهی در نامه اعمالشان کتابت می شود. پیغمبر خدا میگوید البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی.
بخیلترین شما کی هست؟ بخیلترین شما آن کسی هست که نام من در همون معرکه یاد شود و وی در روح من وی بر جسد من صلوات نفرستد. وی بخیلترین امت من در بین امت من هست. خوش به حال آن برادرانی که دائم صلوات میفرستند. یک عبدالحمید گفتگی عبدالواحد ابن زید میگوید حج رفتم، در حج میگوید یک جوانی را دیدم که هر گاهی که هر پهلو میگشت میگفت اللهم صل علی محمد، میخیست اللهم صل علی محمد، مینشست اللهم صل علی محمد. من گفتم این قدر تو صلوات پیغمبر را زیاد میگویی؟ گفت این یک سیر دارد ای عبدالواحد. من سال گذشته با همراهی پدرم حج آمدم و در همین نصف راه بودیم که پدرم از حیات گذشتند. شب شد، نگاه میکنم که همون چهره نورانی که پدر من داشت، چهره پدرم به سیاهی مبدل گشت. چهره پدرم به نهایت سیاه شد. خیلی غمگین شدم، زیرا سبب سیاهی این سبب یگان بدبختی می شود. چرا چهره پدر من سیاه شد؟ من که دائم صلوات می گفتم و همه وقت که این عادت من بود، وظیفه من که بود، شب میگه در خواب نگاه کردم یک مرد خیلی زیبای نزد من آمد و من پرسان کردم ای دوستی خدا شما کی هستین؟ گفت من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستم و آمدم و این چهره سیاهی که در پدر تو پیدا شد و تو را غمگین گردانید، برای آنی که تو دائم بر من صلوات میفرستی، من از پروردگار خود طلب کردم که روی چهره این فرزندی که دائم صلوات میگوید چهره این پروردگار را با اصل خودش مبدل بگردان. و مرا پروردگارم اجازت داد و الحال من مسح در بالای چهره پدر تو کردم و چهره پدر تو مثل اوله شد. از خاطر چی؟ از خاطر که تو دائم در زبانت اللهم صل علی محمد و علی آل محمد داری. از این خاطر این وظیفه هر کدام ما و شما هست. بازم این صلوات گفتن باز با سنت های پیغمبرم چنگ زدن در کار. فقط صلوات چگویم و لیکن با سنت هاش اهمیت ندهیم، این معنی نداره. محبت باید جدی باشد. از روی محبت میگوی. حضرت امام ازهری را پرسیدند ما معنی محبت العبد لله و للرسول؟ ای عالم زمان، کسی گوید که من پیغمبر خدا را دوست می‌دارم، کسی گوید همین خدایی که مرا خلق کرده است دوستش می‌دارم، آیا وی باور کنیم یا نه؟ امام ازهری گفتند اینجا گفت یک تجربه هست برای آنی که وی شما فهمین که وی دروغگو هست، وی از روی زبان میگوید یا از تحت دل. اینجا گفت امرش همین است که الطاعت لهما والاتیان فی امرهما. نگاه کنین که آیا وی پیرو قرآن و پیرو حدیث های پیغمبر هست یا نه. اگر آن چیزی که خدا گفته است، آن چیزی که پیغمبر گفته است اگر عمل کننده باشد، یقین دانین که وی محب خدا و محب پیغمبر است. لیکن اگر گوید من خدا را دوست می‌دارم، پیغمبر را دوست می‌دارم، این مرحمت نگاه کنین که رفتم حج کردم، 3-4 هزار دلار صرف کردم، یکی وقتی معرکش از عرق نوشی و وقتی که اگر در خانهش فسق فساد شود و یکی باور میکنه؟ کی باور میکنه؟ آدم مسلمان باور نمیکنه. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. انشاءالله ما با شما باز مگرم سوال جواب کنیم، زیرا به نهایت سوالهای زیاد است و سوالهای هستن باور کن از موضوعهای جمعه را دیدن مهم هستند. اگرچه موضوعهای ما در پیش هستند، انشاءالله با شما باشیم، زنده و سلامت باشیم. فقط شما دعا کنین که خداوند عمر ما را دراز گرداند و تن صحت بر ما نصیب گرداند
انشاءالله هر یک خواسته که از شما باشد و هر یک موعظه‌ای که یعنی قوت ما در او میرسیدگی باشد، ما به سمع شما انشاءالله حقیقتش میرسانم. لیکن این سوالهایی که الحال در خاندان دارم با کمش یک 50 سوال دیگر در خانه است، همه اونها جواب میگوید. لیکن بعضی سوالها را من جواب نمیگویم. کسی که فهمد که سوالش جواب نشد وای بر من مراجعت کند، زیرا وای بین این مجلس نیست. سوالای هستند که معنی ندارند، سوالای هستند که یک سوالی نمی یک کوچگی هستند. مثال همین پیازا با پات به شطه بزنی چیکار میکنن؟ یا که مثال دیگر یک مسئله هایی که هیچ حاجت نیست اونها را جواب گفتن. ما همون مسئله های جدی و اساسیش را جواب میگوییم.